محصولات شرکت پرین بتون آمود عبارتند از بلوک‌های سبک پرین AAC. این بلوک‌ها تنها بلوک‌های هوادار اتوکلاو شده ایرانی هستند که تحت لیسانس شرکت حس آلمان و لاهتی فنلاند تولید می‌شوند. ضریب انتقال حرارت 0.11 وات بر متر درجه کلوین این بلوک‌ها باعث شده تا بلوک‌های پرین 22 برابر عایق‌تر از بتون مسلح و 5 برابر عایق‌تر از بلوک‌های بتونی و 4 برابر عایق‌تر از سفال باشند و آسایش حرارتی متفاوتی را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورند. یک دیوار بلوک پرین با ضخامت فقط 10 سانتی متر توانایی مقاومت و حفظ ساکنین در برابر حریق را برای مدت زمان 4 ساعت دارد. از طرف دیگر کاهش 50 دسیبلی شدت صدای صوت ضمن پوشش الزامات مبحث 18 مقررات ملی ساختمان دیوارهای ساختمان را از هر گونه لایه اضافی با کاربری عایق صوتی بی‌نیاز کرده و هزینه‌های ساختمانی را کاهش می‌دهد. این بلوک‌های جادویی با دارا بودن دانسیته 450 تا 500 کیلوگرم در متر مکعب در حال حاضر سبکترین المان ساختمانی به شمار می‌آیند که ضمن کاهش خطرات زلزله منجر به کاهش فولاد مصرفی در سازه‌ها نیز می‌گردند. دقت ابعادی بالا و همچنین نصب آسان و سریع این بلوک‌های ساخته شده با بکارگیری دانش روز آلمان پرین بتون را در توسعه ظرفیت‌های ساخت و ساز با تولید مصالح نوین ساختمانی به شرکتی متمایز بدل کرده است. ملات‌های خشک. ملات‌های خشک آماده سال‌هاست که به عنوان یک استاندارد ساختمانسازی در کشورهای توسعه یافته تعریف شده‌اند. برخلاف مسائل سنتی و مشکلات گوناگون آن، ملات‌های آماده ضمن افزایش سرعت و کیفیت ساخت، امکان نظارت بر آماده سازی و اجرای صحیح را فراهم می‌سازند. از جمله مزایای ملات‌های خشک در مقایسه با ملات‌های سنتی می‌توان به این موارد اشاره نمود: افزایش سرعت اجرا، مصرف آب کمتر و امکان رعایت دقیق نسبت‌ها، کاهش پرت مصالح و صرفه‌جویی در مصرف مواد اولیه‌ای مانند سیمان، اطمینان از کیفیت مصالح اولیه و امکان کنترل کیفیت محصول نهایی، قابلیت تغییر شکل بهتر و کارایی بالاتر ملات، چسبندگی بهتر و بهبود خواص مکانیکی، دوام و مقاومت بالاتر در برابر سایش و ضربه، کمک به حفظ محیط زیست و کاهش مخاطرات و هزینه‌های حمل و نقل و انبار، سهولت در کار و دسترسی به مصالح، قابلیت نگهداری طولانی مدت در انبار، تولید کارخانه‌ای ملات‌ها و حذف تأثیرات ناشی از سلیقه عوامل کارگاهی باعث می‌شود تا از تغییرات کیفی ناشی از جابجایی و تغییر کارگران و استادکاران کاسته شود. شرکت پرین بتون با بکارگیری تکنولوژی تولید لاهتی فنلاند با تولید انواع چسب و ملات‌های ساختمانی به 2 صورت طراحی شده و تجویزی پیشرو در توسعه ظرفیت‌های ساخت و ساز میباشد. انواع ملات‌های تولیدی پرین: چسب بلوک پرین، چسب کاشی و سرامیک پرین، گروت درزبندی کاشی و سرامیک پرین، انواع پلاستر و اندودهای نما، ملات‌های آتشپاد، گروت صنعتی پای سیمانی پرین، عایق رطوبتی پرین و ملات برنایی پرین. کلیه محصولات تولیدی پرین دارای نشان استاندارد و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی می باشند و پرین بتون مفتخر به اخذ عنوان واحد نمونه تولید و کیفیت در سال 94 شده است. شرکت پرین بتون آمود حامی سمینار بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان بر مبنای مبحث 19